کلوب. من مادر 4 فرزندی تنهایم. شوهرم در توی سرم نیست. من با 4 کودک در کوچه بوندم. من 4 کودکم خودم با 300 کار میکنم در دیتسکی بالنسا. زندگی ما پیش میبردم. و همه معلوم است که 11 می شهر کلوب کوچه صدیقفه سیل اومد. همون کوچه را پلیس سیل زده. خانه من به این درجه گرفتار شد که در اون خانه دیگر زندگی نمی شود. من مراجعت کردم به MCHS با رئیس شهر. مرا 50% کردن. در اون 50% که 20 قبچه یاردم دادم. با اون 20 قبچه خانه مرا چطوری تحمیل میکنین؟ خانه ما پر جزیر است. مرا میگویند که در 4 کودک در این خانه در اومده زندگی که آیا زندگی کم میشه؟ یعنی صورتاش ببینید، شما صورتها را ببینین و مقایسه برای اینکه در این خانه ما زنی تنها با 4 کودک زندگی کم میتونم. من پیش از سیل با 4 فرزندم ساده عادیانه زندگی میکردم با معاش 500 سم که روزی فرزندام هیله میگذراندم. از روزی سیل اومده است با همین 4 کودک در کوچه بوندم. من آزیره در با 4 فرزند 3 دختر 1 پسر در خانه همسایه زندگی دارم. 1 شبخانه ایش میشم، 1 شبخانه ایش. آزی وقتی تابستون مرا همسایه را میته، وقتی که زمستان شد مرا همسایه را نمیته. من با 4 فرزند بگیجورم میرم. سیل اومده زده خانه و در دیوالش چپه کرده است. دیگه زندگی کن نمیشود. فرزندام کتاب سومکا پومکا همش را بردگی است. روغزار زندگی ما همش سیل بردگی است. حاجتخانه نویس ها را ویران کرد. لباس های کودکان ما بود. کتاب و دفتری میخواندگی فرزندان ما پوشاک و پاپشی همه سیل بردگی است. از روز سیل آفت آمدگی ما در خانه همسایه زیست کردیم با 4 کودک. وقتی که نوز تابستان است ما را همسایه را نمیته. وقتی که زمستان شد مرا با 4 کودک همسایه را نمیته. من از رئیس شهر کلوب خواهش میکنم که من مادر 4 فرزندی که در بیرون ماندگی را دستگیری کنه.